این بود یک قصه مختصرا در باب این قصه احد و این جانبازی هایی که جوانها و موسفیدها و تمام زنهای امت اسلام کردند. همه اینا به خاطر چی کردند؟ رسول اکرم 4 موضعی که پر از خون شد که حضرت فاطمه میگد کاسه آب داشتم، کاسه آب میگد حتی قناعت نکرد. رسول اکرم خون دندانش بسته نمیشد. برای چی بود؟ همه این برای امت بود، همه این برای ما و شما بود، تا که ما و شما موحد شویم، تا که ما و شما خداجو شویم، تا که ما و شما مثل دستور قرآن و مثل گفته رسول اکرم عمل بکنیم. لکن امروز ما و شما یک امتی جفاکار، یک امتی بی پروا، یک امتی خیانتکار عملهای ما و شما را امروز نظر کنیم. امروز ما و شما در میدان جنگ نمی جنگیم. امروز ما و شما صاحب مثل اونها چگونه ای که از زن و از فرزند گذشتن ما و شما امروز نمیگذاریم. لکن عادی ترین عملهایی که امروز اسلام او را نهی میکند ما و شما پیرو آنها هستیم. ندانستیم قدر امتی را، ندانستیم قدر امتی را، نکردیم پیروی سنتی را. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روز امتحانی. دریغ، هزارها دریغ که ما و شما امتی نوگی زبان هستیم. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روز امتحانی. نباشد راز ارواح نبینا، چگونه بیندش در حشر فردا. اگر ارواح پیغمبر خدا از ما و شما راضی نباشد، ما و شما چگونه با پیغمبر ملاقات میکنیم در روز قیامت؟ نباشد راز ارواح نبینا، چگونه بیندش در حشر فردا. قطار امتان خواند چه خوب است، قطار امتان خواند چه خوب است، وگرنه مشکل اهل ذنوب است. اگر در حشر گرداند ز تو روی، ندارد سود آنجا 100 کنی موی. اگر در روز قیامت از تو روی بگرداند، بگرد رو بدبخت، نام تو امت بود، تو امت نبودی، تو نوگی زبانی امت بودی. ندارد سود آنجا 100 کنی موی. اگر موهای سر تحمشکی بکنی دیگر برای تو فایده ندارد. وقتی که از زبان پیغمبری خدا بر تو صدا شود که تو امتی من نیستی، تو بنام امتی من بودی. زی صدق دل به احمد پیروی کن. حضرت مولوی میگوید زی صدق دل به احمد پیروی کن، مشو نوگی زبانی امتی کن. اگر امت میشوی، اگر مسلمان میشوی، صدقاً مسلمان شو، زیرا خدای تو میگوید و من کفر فإن الله غنی حمید. ای بندگان من، ای مخلوقان من، اگر همگی همین 6.5 میلیارد آدمی که در روی دنیا هستیم همت کافر کشین، من باک ندارم، من بای هستم. من همه شما را سرنگون در دوزخم جا میکنم اگر همت که کافر شید. برای خداوند کافر شدن شما، مسلمان شدن شما هیچ باکی نداره. شما هر چی میکنین برای جان خودتان میکنین. امروز هر عادت دارین، هر معرکه‌ای که در خانه دارین، طبق دستورات قرآن کنین. نامتان امت است، سزاوار امتی را شایسته باشید. همین نام امتی را در دیوان، در همون نامه اعمالتان خط نزنید.